فرارسیدن نوروز را به شما هم میهنان عزیزم شاد باش میگویم و برای شما در سال نو تندرستی و شادکامی آرزو میکنم. چنان که میدانید نوروز همراه با دیگر جشن‌های شادی آور دوران باستان به راستی بخشی مهم از هویت و تاریخ فرهنگی ماست که سابقه آن به قرنها پیش و به دوران پادشاهی جمشید میرسد. بیگانگانی که از قرنها پیش بارها ایران عزیز ما را مورد هجوم قرار دادند هرگز نتوانستند هم میهنان ما را از برگزاری مراسم نوروز باز دارند. همچنان که حکومت فعلی ایران نیز در مبارزه با نوروز و جشن‌های شادی بخش مطلقاً توفیقی به دست نیاورده است. برای هم میهنان عزیزم سالی سرشار از امید و آینده‌ای درخشان آرزو دارم.